خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که آموزش بدوارز بذاریم داخل گوشی. اگه دوست داری خیلی حرفه‌ای‌تر توی گوشی بازی کنی این ویدیو تا آخرش ببین. Let's go. چه اول از این قراره. چی بودین؟ What the fuck؟ ولش کن. آموزش اول در مورد 4 انگشته کردنه. اگه هنوزم از این دایره که میاد این وسط اینجا کلیک می‌کنین، اون اصلا به درد نمیخوره. اون نمیشه بازی کرد. برای اینکه 4 انگشته بکنین اول شما میاد تنظیمات، بعد میایم پایین تو این قسمت 3 تا این انگشته شما میاین اول روی این گزینه میزنین، روی سبز میزنین روش. خب میزنین روش. اول برای شما اینجوریه که بعد کلیک بکنین به دوره هم میاد دورش. شما بعد بیاین سومیه رو انتخاب بکنین، بعد سبز رو میزنین که ذخیره بشه. بعد یه دکمه اینجا هست، شما اینو فعالش میکنین، بعد یه گزینه براتون میاد. گزینه رو که زدین اینجا میاد آیکونا رو برای خودتون میچینین. بعد سعی کنید که رو اولش نباشه، 4 انگشتش بکنید که تسلط بیشتری داشته باشین. بعد هر جور که راحتین بچینین تا خیلی بهتر بازی بکنین. کجا بودی تو؟ من رفته بودم موجه آبی. اینجا چه فاضلابه. ببین چقدر سیاه شدی. ولی یک چیزی شاید باور نشه من سیاه بودم. چشات سفید شده. مگه نمیگی فاضلاب؟ چه دوم در مورد بیریش کشیدن بود که گفتم که الان قرمز اومد به جای ما بیریش. قرمز اومد اینجا میخوام انتقام بگیریم. برای بیریش کشیدن شما 3 تا میاین عقب، فاصله میگیرین از وید، یکی میرین بالا. بعد همزمان هم میرین جلو، هم سرعت رو میگیرین، هم بلاک گذاشتن رو میزنین. بعد پرش هم بزنین که دیگه سرعتی تر بشه. خب بریم 1 2 3. بالاخره رسیدیم به آموزش سوم، آموزش جنگیدن. کمک من اینجا زندانی کرده. کمک. من 5 6 دقیقه همینجوری داشتم فیلم میگرفتم، میومدی کخ میریختی. کمک نکن. خب همونجا واسه من تا آموزش ها رو توضیح بدم. میرسیم به آموزش جنگیدن. تو آموزش جنگیدن شما باید یه جای مناسب برای بلاک و شمشیر داشته باشین. توی کامپیوتر یا همون پی سی پلیرهای بدوارز F که بزنن میتونن عوض کنن، F1 و F2 و اینا به ترتیب. بعد راحت میان رو شمشیر، بعد میزنن رو بلاک. گشنته؟ نه چرا گشنته؟ یه لحظه اینو گناه داری، بیا بیرون، میخوام بزنم. نه خب توی جنگیدن شما هیچ وقت نباید برین تو کله حریف، با صورت نرین تو کلش. شما میان اینجا یه دونه دژ برای خودتون میسازین. من ساختم. یا تیر کمون ندارم. بیا بیرون دیگه، میخوام فیلم بگیرم. بیا جان نمیزنم، بیا. علی من اسپایدرمن مناسق قزوینم، نگاه کن. آی دمت شدم من. دادا خب بچه داشتم میگفتم نکن. میای فیلم بگیری یا نه؟ میام بخور. آفرین. کجا میری؟ پایین راه. الان میری تو وای دومون. خب داشتم میگفتم یه جای مناسب برای شمشیر پیدا کنین که بتونین راحت با بلاک عوضش بکنین. بعد با کله نرین تو صورت حریف، یک جا بلاک بذارین قشنگ، زاویه درست بگیرین، بذارین حریف بیاد، بعد با شمشیر کامبتش کنین. کامبت چی حالا؟ بیا پایین بیارم. بیا پایین یا بیارمت. خب
چی میخواستم بگم؟ جنگ کامبت. کامبت چیه؟ اینجا باستا؟ نزن همینی که الان من کردمه. بچه کامبت یعنی این که همینجور حریفتو بزنین و اون هیچ ضربه‌ای نتونه به شما بزنه. داشت گوشت که دادی. نه الان وقت تموم میشه. وقتی وقت تموم میشه. وقتی کامبت چجوری باید بزنید؟ شما اینجوری دور میزنید دور چیزتون، همین حریفتون، بعد ضربه رو میزنید. اونجوری داره ضربه میزنه شما دور میزنید بعد یه جو موقعیت رو خوب پیدا میکنین، بعد میزنید تون میزنید. اگه داشتین کامبت میخوردین فرار کنید. بابا یه لحظه الان تو مثلا فرار کن، بعد داشت فرار میکرد اینطوری تخمق و بزنی تو سرش. آخرین تخمق تو سرت بخوره. کامبت اگه داشتین میخوردین فرار کنین، اگه داشتین کامبت میزدین به جنگتون ادامه بدین. بعد توی ماینکرافت پیسی میشه توی تیدکس ماینش چیز کرد، TNT جامپ و فایوار جامپ کردش، ولی توی گوشی نمیشه چون که من الان دارم توی ماینکرافت بدراک بازی میکنم. اگه شما توی ماینکرافت بدوارزای دیگه بازی میکنین شاید طور دیگه باشه، ولی من دارم توی بدراک بازی میکنم. ولی خب این بدوارز است. من دارم توی بدراک بازی میکنم و این قابلیت موجود نمیباشه. آموزش بعدی کلاچ کردنه. توی کلاچ کردن خیلی به دردتون میخوره. مثلا دارین از اینجا میافتین، 2 تا بلاک سری میزنین نمیاد، دمیج نمیخوره. نزن خب بودت کنم منم دارم. نخند به این شمشیر چوب. شمشیر من 7 تا قدرت. بخندم چی میشه؟ یه لحظه اینا یه شمشیر آهنی دارم 8 تا قدرت چه دیدی؟ قدرت. آموزش آخر در مورد فاز. اگه فاز بدوارز پلیر نگیرین نمیتونین مثل یه پلیر واقعی یا مثل یه پرو بازی کنین. برای این فاز میایین توی چنل من فیلم های بدوارز رو نگاه میکنین. آخرین فیلمم که قرار بذاریم در مورد بدوارز تو PC هستش. این چیه؟ باشه بریم ببینیم. اونی که لایک نمیکنه رو، اونی که کامنت نمیذاره رو، اونی که فالو نمیکنه رو. این چیه؟ آره این دستگاه شکنجه است. کسی که لایک نکنه آره میاد جای این گوسفنده. آره میاد جای این گوسفنده. آره این شمشیر این شمشیر اگه هر کی لایک نکنه تو صورت میام تو خوابت. بچه اگه میخواین گیه این نباشین حتما لایک بذارین، تو کامنت ها بنویسین بدوارز و ما رو دنبال کنین. خداحافظ.